یکی از دادگاه‌های مسکو دورانبگ باتیروف را به قانون شکنی گناهکار دانست و قرار اخراجش را صادر کرد. همچنین او 3 سال از حق ورود به روسیه محروم شد. معمولا در چنین حالتها مهاجران اخراج شده به یگان بحث به وطن برمیگردند و منتظر دوباره گشاده شدن راه خود به مهاجرت میشوند. اما مهاجر جوان دورانبگ باتیروف خاموش نایستاد و توانست که در دادگاه تجدید نظر اثبات کند که قرار دادگاه اول بی اساس بود و او گناه نکرده است. 3 ماه باز نمیتوانم به اداره مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه وارد شوم. میگویند آنجا با سبب کرونا ویروس فرمان مخصوص تصویب شده است. حجتهای من درستند و قرار هم در دستم هست. در نتیجه دورانبگ به مرکز تماس با حقوقشناسان مراجعت کرد. برای حل مشکل باتیروف نسخه حجتهای او لازم بود. بنابراین او به این مرکز آمد. دورانبگ میگوید که مشورت‌های رایگان حقوقی برای مهاجران که خراجات زیاد دارند، از جمله برای پتنت، اجاره خانه و خدمت رسانی‌های دیگر پول می‌دهند، واقعا هم مهم است. به مرکز مشورتی ما همه روزه زنگ‌های زیاد وارد می‌شود. نه کمتر از 250 بار در یک روز به ما زنگ می‌زنند. سوال‌ها البته گوناگونند. مهاجران بیشتر درباره طرز گرفتن پتنت، عاید به ثبت نام در اداره مهاجرت و ویزا می‌پرسند. وادیم کوژنوف رهبر فدراسیون مهاجران روسیه میگوید این مرکز از حساب گرانت پرزیدنتی مبلغ گذاری می شود. به گفته وی تصمیم است که کار مرکز وسیع‌تر شود. به ما شهروندان خارجی زیاد مراجعت می‌کردند. آنها به رقم دفتر ما زنگ می‌زدند. تلفن کاری ما به ایست زنگ می‌زد و ما به قرار آمدیم که مرکزی مخصوص تماس برای مهاجران تأسیس دهیم. در برابر زنگ‌های تلفنی مردم اینچنین در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند. گفتن ممکن است که این یک راه وسیع مراجعت شهروندان خارجی است که در روسیه کار و زندگی دارند. از روز 1 نوامبر لایحه مرکز مشورت بیپول برای مهاجران وضع کرده شد و مهلت کاری آن هم برای 14 ماه دیگر دراز شد.